در روزهای پایانی سپتامبر 1962 در محله گذرگاه کابل کودکی به دنیا آمد که بعدها با نام هنری فرهاد دریا شناخته شد. نام اصلیش فرهاد ناشر بود، از خاندان نشر خلجی افغان و پشتون. نسبت شجر نامش به شیرخان نشر باز می‌گردد، یکی از شخصیت‌های سیاسی و اجتماعی برجسته افغانستان. اون دوران تحصیل را در دبیرستان حبیبیه و سپس دانشگاه پلی‌تکنیک آغاز کرد، اما با تهدیدهای سیاسی رشته ادبیات فارسی را در دانشگاه کابل پی گرفت. همزمان موسیقی را با شور آغاز کرد و با نام مستعار ابر آهنگ‌هایی در آهنگسازی به نام خود ثبت کرد. در دهه 1990 دریا از کشور مهاجرت کرد، ابتدا به پراگ و پاریس، سپس سکونتش در هامبورگ. سال 1992 اولین آلبومش به نام بگام جان را در تبعید روانه کرد، آلبومی پیشگام در موسیقی افغانستان به دست آوردن حمایت مخاطبان فارسی زبان خارج از خاک. آلبوم بعدیش سال 1995 افغانستان با ترکیب زبانها و سبک‌های موسیقی قومی نشانی از تلاش برای اتحاد ملی بود. در سال 2001 پس از سقوط طالبان فرهاد بازگشت به کابل و ترانه کابل جان را منتشر کرد. اولین آهنگی بود که شبکه رادیویی افغانستان پس از سالها سکوت پخش کرد. سال 2004 کنسرت تاریخی در ورزشگاه قاضی کابل با حضور بیش از 45,000 نفر برگزار شد. مجله سانگلاین و این کنسرت را یکی از 50 لحظه برتر موسیقی جهان نامید. فرهاد دریا نه فقط موسیقیدان بود، بلکه نیروهای فرهنگی را در پی صلح گرد هم آورد. او با پیتر مفی آلمان پروژه‌ای برای نجات کودکان اجرا کرد. اولین ترانه راک افغانستان را تلفیق 2 زبانه ارائه داد. آلبوم بعدیش سال 2008 سبک موسیقی جهانی را با ترکیب فرهنگ‌های شرق و غرب معرفی کرد و سال 2008 یاهو را به عنوان آلبوم صلح تولید و در افغانستان رایگان توضیح کرد. فرهاد از سال 2001 اقدام به تأسیس خیریه کوچه برای حمایت از کودکان بی سرپرست کرد. به علاوه بنیادی را برای حفظ فرهنگ موسیقی افغان راه اندازی نمود. اون 2 بار به عنوان سفیر حسن نیت انتخاب شد و نقش بالایی در ارتقای حقوق بشر و صلح داشت. در توری در مراکز جنگ زده کنسرت برگزار کرد. از هلمند تا زنان بلخ همه را با هنر به آینده امیدوار کرد. فرهاد دریا را صدا و چهره ملت افغانستان می‌نامند. اون چندین جایزه معتبر کسب کرد، از جمله بهترین خواننده سال در افغانستان و دانمارک. داستان فرهاد دریا داستان آهنگ‌هایی است که نه فقط گوش که قلب مردم را فتح می‌کنند. اگر این ویدیو برایت الهام بخش بود، حتما لایک کن و سابسکرایب کن. در کامنت ها بگو دوست داری کدوم شخصیت بعدی رو بررسی کنی.